بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوبان، مهربانان و عزیزان همراه برنامه سفره دل. الله را بی نهایت سپاس به خاطر اینکه یک بار دیگر این منت رو بر بنده و همکاران ما گذاشت تا در خدمت شما خوبان و مهربانان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. وقتی که انسان در یک باغی قدم میگذاره و لذت میبره از قدم زدن، از گشت و گذار، از تفریح در اون باغ، نشان از اهتمام داره این زیبایی، این نظم، این چشم نوازی، این طبیعت زیبایی که در اون باغ وجود داره. تنوع محصولات، تنوع گیاهان موجود در اون، تنوع اون گلهایی که انتخاب شده، همه اینها نشان از تلاش و زحمت داره. وقتی که یک کشاورز در باغ خودش وارد میشه و نگاه میاندازه به محصول اون باغ خودش، لذت میبره و خستگی از بدنش دفع میشه و رفع میشه و خوشحال از این که اون زحمتایی که کشید، اون رنج و مشقتی که تحمل کرد به ثمر رسید و دست پر امروز. و اگر برخلاف این باشه، کشاورزی که تمام هم و غمش، تمام فکر و ذکرش اینه که زحمت بکشه، تلاش بکنه، عرق بریزه، خودش رو خستگی بده تا به این امید که یک روزی محصولی به دست بیاره و از اون محصول استفاده بکنه، تمام سرمایه زندگیش خلاصه میشه در همون محصولی که از اون زراعت و یا اون درختان خودش به دست میاره. یک کشاورز در زمین کشاورزی و یک باغبان در باغی که داره، وقتی موفقه، وقتی به نتیجه رسیده که ثمر بده درختانش، خود این ثمر دادن هم نیاز به تلاش داره، نیاز به تحمل مشکلات داره، نیاز به سختی ها داره و هدف اصلی این کشاورز و باغبانه. باغ زندگی ما، زمین زندگی ما، اصلا دنیای ما محل کشت، محل زراعت و ما هممون باغبان زندگی خودمون هستیم. در این مجال، در این میدان، بهترین محصول، بهترین ثمره‌ای که ما میتونیم به دست بیاریم و کسب بکنیم، ثمره زندگی ما، عصاره زندگی ما، چکیده تلاش ها و زحمت ها و رنج و مشقت ما، یک فرزند صالحه، یک فرزند نیکوکاره. اون فرزندی که وقتی که ما در باغ زندگی بعد از تحمل اون رنج ها و مشقت ها و سختی هایی که در طول تربیت و رشد و بزرگ کردن و شکوفایی این محصول، این شاخه گل، این تنه درخت امروز و اون بذر دیروز تحمل کردیم، همه این زحمت ها و تلاش ها بعد از مشاهده اون قد و والای رعنا و شاخه های پرثمر و اون عطر و رایحه زیبای اون گل هایی که بر این شاخه ها نشسته، همه فراموش میشه و انسان خوشحال از این که زندگیش ثمر داد، از این که در زندگی بعد از خودش هم حداقل خوشحاله که این ثمر همچنان باقیه و مثمر و همچنان استفاده میشه و همچنان مفید واقع میشه. فرزندان زندگی ما مهمترین دستاورد زندگی ما هستند، اما آیا این محصولات،
آیا این نتیجه و ثمره زندگی ما واقعا اون چیزی هست که ما در طول تلاش و زحمتمون امید داشتیم یا نه؟ وقتی که به باغ زندگی خودمون نگاه میکنیم میبینیم که محصولاتی که انتظار داشتیم این محصولات رو آفت زده و نتونستیم جلوش رو بگیریم. این محصول اونطوری که فکر میکردیم بار نداد. درختی که امیدوار بودیم این درخت ثمره و سایه و شاخه و بارش به درد ما بخوره، امروز اون چیزی که ما میخوایم نیست. اون میوهی که انتظار داشتیم اون میوه سالمی نیست، میوه فاسدیه که حتی ما جرئت نمی کنیم که این میوه رو در سبد میوه های دیگه بگذاریم از ترس این که شاید بقیه میوه رو هم سیب گندیده ما بگندونه و از بین ببریم. آیا از تربیت فرزندان خودتون راضی هستید؟ آیا وقتی که خطاب من بیشتر به مادر هاست، خطاب من بیشتر به پدرهای زحمتکش و عزیزیه که میدونم برای پیدا کردن یک لقمه نان از راه حلال برای فرزندانشون هر سختی و تحمل و مشقتی رو به دوش میکشن. دستهای پینه بسته اونها نشان از اوج فداکاری و شهامت و مردانگی اونها داره که نخواستن فرزندشون درد خالی بودن یک سفره را احساس بکنن. اما تنها هدفی نیست. آیا فقط ما باید به فکر شکم فرزندانمون باشیم؟ آیا راضی هستید از فرزندتون، از اخلاقش، از رفتارش، از باورش، از اعتقادش، از زندگیش؟ آیا افتخار میکنید وقتی که در جمعی گفته میشه که فلانی فرزند فلانیه، میگن فلانی پسر شماست، فلانی دختر شماست؟ آیا خوشحالید؟ آیا وقتی که اسمش گرفته میشه به خودتون میبالید یا نه خجالت میکشید از اینکه بگن فلانی فرزند شماست، فلانی دختر شماست، فلانی پسر شماست؟ آیا برادرای بزرگتر، خواهرای بزرگتر از اینکه میگن فلانی خواهر کوچکتر شماست، برادر کوچکتر شماست خوشحالید یا نه؟ کلر میندازید پایین و ناراحت، خجالت زده، پشیمان، نگران و مضطرب میشید. چرا نتونستیم در زندگی اونجوری که میخوایم فرزندان خودمون رو تربیت بکنیم؟ امروز میخوایم با شما عزیزان و در برنامه‌های پیش رو تا جایی که فرصت اجازه بده و نیاز باشه انشاءالله در باب تربیت فرزندان صحبت میکنیم. تربیت فرزندان، چرا ما نمیتونیم اونگونه که باید و شاید فرزند خودمون رو تربیت بکنیم؟ چرا وقتی ما در جمعی وارد میشیم بچه 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله نوجوانی رو میبینیم، جوانی رو میبینیم که انسان لذت میبره از اخلاق، رفتار، باور، اعتقاد، کردار، نشست و برخاستش، در مقابل همسن سال همین رو در خانواده مشابه همین خانواده جای دیگه کنارش میبینیم که انسان وقتی که اون رو میبینه هرگز دوست نداره که فرزندش مثل اون باشه. فرق اینها کجاست؟ فرق در چیه؟ چرا یک بچه مثل شاخه گلی انسان از وجودش در یک محفلی، از وجودش در یک جمعی واقعا بهره‌مند میشه از اون عطر و رایحه‌ای که از اون شخص در محفل پخش میشه، در مقابل فرزندان دیگری هستن که انسان زیاد تمایلی نداره در جمع اونها بشینن، حتی والدین اون طرف، حتی خواهر برادراش. تفاوت در کجاست؟ کوتاهی کجاست؟ چه نکاتی رو باید مد نظرمون می بود که انجام ندادیم؟ از کی باید اصلا شروع بکنیم تربیت فرزند رو؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ من پدر، من مادر میخوام بچه‌م درست تربیت بشه، درست اصلاحش بکنم، چیکار باید بکنم؟ این همه سوالایی هست که حتما در ذهن شما عزیزان هم بارها و بارها اتفاق افتاده. انشاءالله اگر همراه ما باشید در این برنامه و برنامه‌های آتی در این باب با شما و کارشناس محترم برنامه بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هستیم، کارشناس محترم برنامه که بیشتر زحمت این برنامه رو به گردن این بزرگوار این عزیز هست. جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما. خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سلیمانی بزرگوار و خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و از اینکه فرصت دادید تا بار دیگر در خدمت شما باشم کمال سپاس و امتنان رو دارم و همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و از اینکه باز هم ما رو مهمون خونه هاشون کردن و سر سفره هاشون دعوت کردن کمال سپاس و تشکر رو دارم و امیدوارم که در این برنامه بتونیم با هم مواردی را که خیلی مورد نیاز هست و لازمه هست که هر انسانی، حالا چه به اصطلاح انسان متزوج و خانواده‌ای باشه یا چه شخص تنها، پدر، مادر، برادر بزرگتر، برادر کوچیکتر، حتی انسانی که به اصطلاح خودش تنها هم هست در محیط جامعه، نیاز هست که این موارد رو بدونه. برای تربیت آینده سازان جامعه نیاز هست که بدونیم چگونه با این نونهالان و بزرگترهاشون رفتار کنیم. در خدمت شما هستم. خدمت از ما جناب دکتر. اگر اجازه بدید در ابتدای موضوع، هرچند که ما همه نسبت به اهمیت این موضوع به هر حال فکر نمی کنم کسی شکی داشته باشه، باز هم به خاطر به حال تاکید بیشتر اگر اجازه بدید در باب خود اهمیت موضوع و اینکه چرا اصلا ما باید به این مقال بپردازیم و در این باب صحبت بکنیم و چه نقشی داره، چقدر مهمه، یعنی تا چقدر تأثیر داره اهمیت دادن به موضوع تربیت فرزندان، چه فوایدی بر ما خواهد داشت و چقدر عدم توجه به این موضوع به ما ضربه خواهد زد. در خلال کتاب الله متعال قانون زندگیمون و فرمایشات گوهربار اسوه و الگو رهبرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر در خلال این دو مرجع اصیل بخوایم به تربیت فرزندان بپردازیم و نگاه بکنیم، چه مواردی رو شما برای ما بینندگان عزیز از این دو مرجع مطرح خواهید فرمود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. در حقیقت در دستورات موجود در جهان بشری ما هیچ مکتب و مرامی رو سراغ نداریم که به انسان و تربیت انسانی اونقدر اهمیت داده باشه که مکتب رب العالمین و مکتب اسلام. اسلام در واقع مکتب ساختار انسانی است، جایی که در اونجا انسان پرورده میشه و خب پرورش انسان از همون نقطه آغازینش که بسا تولدش باشه در اسلام مد نظر نیست، بلکه مراحلی قبل از این رو هم مورد نظر اسلام بوده، چرا که این پیش زمینه است برای میلاد یک انسان، برای ساختن آینده نسل بشری و استمرار زندگی مسالمت آمیز و پاک در کانون بشری و در جهان. اینجاست که ما میبینیم اسلام از چه وقت به فکر تربیت فرزند است؟ از قبل از این که طرف فکر ازدواج باشه، از اون لحظات باید در فکر انتخاب مادر خوب یا در فکر انتخاب پدر خوب برای بچهش باشه که فردا پسرم از مادرش یا از پدرش خجالت نکشه. هم دختر خانم ها این فکر تو سرشون هست و هم آقا پسرها وقتی که میخوان ازدواج کنن این مسائل مد نظرشون هست که نمیخوام بچم خجالت بکشه از مادرش، از خانواده مادرش، از مادر بزرگ و پدر بزرگش، از نمیدونم خاله و عمه و از اون فامیل که اون فامیل به اصطلاح بدنامی هست، فامیلی هست که در جامعه بد اسمشون بد در رفته. من نمیخوام که بچم به اصطلاح از این فامیل بودن و از این خویشاوندی خجالت بکشه، شرم داشته باشه، خورد بشه در جامعه. مسائل اینچنینی رو مد نظر دارن. مسائل صحت رو هم مد نظر دارن که در فلان فامیل
بیماری های این چنینی مطرح هست و به کثرت هست و پزشکان توصیه نمی کنند که مثلا من با گروه خونی یا با فلان مواصفات از فلان فامیل ازدواج بکنم، چرا که این شاید در آتی در صحت فرزندانم مؤثر باشه. همه این نقطه ها مد نظر جوانای ما هست قبل از اینکه ازدواج کنند. بعد از اینکه ازدواج کردن توصیه بر به اصطلاح فرزند و البته فرزند رو قرآن کریم برای یک مؤمن و برای یک انسان به طور عموم یک نعمت شمرده، یک هدیه و ارمغان الهی. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و دارایی و فرزندان اینا زینت و زیبایی زندگی دنیا هستند. این به اصطلاح شعاراتی که ما قبلا هم روی این بحث داشتیم، شعاراتی که به اصطلاح بعضیا میان تو جامعه ما نشخوارش میکنن که فرزند کمتر زندگی بهتر و اینا، این چیزایی هست که به ما املا شده، به برخی از افراد توتیوار میمون صفت املا شده و اینها رو در جامعه ما توتیوار به اصطلاح مطرح میکنن، در حالی که در خود همون جوامعی که این شعارات رو برای ما صادر کردن، اگر شکم خانومی بالا بیاد چقدر خوشحال میشند و کبکبه و دبدبه به راه میندازند، حتی اگر بعدا متوجه شدن که آقا این فرزندی نبود و بادی بود، اما همین چند وقتش به اصطلاح حداقل خوشن. چرا اونها از بچه دار شدن خوشحال بشند، حکومت هاشون سرمایه گذاری کنند روی اینی که فرزند به اصطلاح خانم ها براشون فرزند بیارن، در حالی که در جامعه ما بعضی افراد این نعمت الهی رو نقمت تلقی کنند و خداوند متعال هم این رو در آیات دیگری هم بهش اشاره دارند و امددناکم به اموال و بنین، که ما منتی است که پروردگار بر انسان‌ها ذکر میکنه که ما به شما فرزندان دادیم، ما به شما اموال و ثروت دادیم، این نعمت‌ها رو ما به شما ارزانی کردیم. اینجاست که یک مؤمن باید این رو درک کنه، یک انسان باید این رو درک کنه و این هدفی است که به اصطلاح همه در ازدواج این رو مد نظر دارن. برای چی مثلا یه جوون ما نمیره خواستگاری دختری که مثلا بالاتر از 30 سال عمرش به اصطلاح گذشته، میگن که بله آقا به احتمال به اصطلاح بارداریش خیلی کم است. خب این مسائل باعث میشه که ما درک کنیم که واقعا فرزند چه نعمتی هست و چقدر برای خانواده ها و برای بشر و برای خود فرد چقدر های اهمیت هست و چقدر اسلام بها داده به اینی که من نوعی چقدر به اصطلاح در فکر تربیت فرزندم باشم از به اصطلاح قبل از ولادت فرزند. وقتی که ولادت شد، قضیه انتخاب نامش، قضیه اولین استقبال این فرزند به طبیعت انسانی و طبیعت نوین زندگی نوین بشری ما، اولین استقبالش با اذان که در گوش راستش بگم، با اقامه که در گوش چپش بگم، با نام نیکو که براش انتخاب کنم، با عقیقه دادن براش، با همه با تراشیدن موی سرش بعد از 7 روز، همه یک نوع جوی است که همش عبادت هست، همش از اظهار شکر هست به خداوند منان. بعد از اون چطور این بچه رو تربیت کنم. میبینم که قرآن کریم به خیلی مواردی که اصلا شاید ما بهش اینقدر روش نمیستیم، میبینیم که نه، قرآن کریم به اینها اشاره دارند که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادرها باید بچه هاشون رو 2 سال کامل شیر بدن. این مسائلی که به اصطلاح شاید برای ما اینقدر های اهمیت نیست، میبینیم که نه، قرآن کریم چقدر بهشون اهمیت میده و اهمیت دادن قرآن و بها دادن قرآن به این که شما 2 سال بچت رو باید شیر بدی، الانه که مثلا علم پزشکی ما میاد این رو درک میکنه و میفهمه که قرآن چرا روی این نقطه مثلا تأکید داشتن. یا
تربیت به اصطلاح خود فرزند رو میبینیم که قرآن کریم توصیه میکند که این تربیت فرزند و ساختن یک انسان کار آسونی نیست. واسه همینه که میفرمایند وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، بچهات رو، خانوادت رو به نماز و عبادات اینها رو دعوت کن، امرشون کن، دستور بهشون بده، تشویقشون کن، اما بدون که این کار ساده ای نیست. واصطبر علیها، روی این باید صبر کنی، تلاش کنی و صبر و بردباری داشته باشی تا بتونی یک فرزندان نیکویی رو تربیت کنی. یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، در سوره تحریم خداوند متعال میفرماید که این مؤمنان خودتون و خانواده هاتون رو از آتش جهنم برحذر دارید، فرار کنید. خودتون، نه تنها خودتون، هم خانواده هاتون رو هم با خودتون داشته باشید. این کیان پسر، مادر، پدر، دختر، خواهر، این خانواده، این بنیاد، این در اسلام خیلی روش بحث شده که باید چطور اینها انسجام داشته باشند، چطور توافق داشته باشند، حق همدیگر رو رعایت کنند، با همدیگه و در کنار همدیگه باشند، دست همدیگر رو بگیرند، هوای همدیگر رو داشته باشند، در دنیا با هم باشند، در آخرت هم با هم باشند. حتی در بهشت هم خداوند خانواده ها رو با هم جمع میکنه. این به اصطلاح تناسق و این ارتباط عمیقی که بین این گروه از بشر، یک خانواده ایجاد میشه، چقدر حائز اهمیت هست در قرآن. در پیش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم میبینیم که به مرات و کرات اشاره دارند رسول الله صلی الله علیه و سلم که آقا ادای مسئولیت کنید، هر که باید مسئولیت خودش رو درست ادا کنه. الرجل راع فی اهله و مسئول عن رعیته، یک مرد مسئولیت داره در خانوادهش و اون زیر دستانش. و المرأة راعیة فی بیت زوجها و مسئول عن رعیتها، خانم در خانواده، در خانه شوهرش مسئولیت داره و زیر دستانش، اون افرادی که ایشون مسئول است، در مقابل اونها باید ادای مسئولیت کنه که این جوابگو باید باشه. در مقابل دخترهاش، پسرهاش، زیر دستانی که تو اون خانواده هستن، بچه شوهرش اگر بچه از همسر دیگه ای داره، اگر تو این خانواده برادر کوچیکتر شوهری هست، کسی دیگه ای هست که زیر دست ماست، کسی هست که ما در مقابل اون مسئولیت داریم، پدر بزرگی هست، به افتاده ای هست، مریضی هست، اینا همه مسئولیت هایی هست که هم مرد در قبالش بازخواست میشه، هم زن در قبالش بازخواست میشه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تاکید میکنند که علموا اولادکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم، فرزندانتون رو، خانوادهاتون رو تربیتشون کنید، اینها رو چیزای خوب بهشون یاد بدید، تربیت کنید بر اخلاق شایسته، بر رفتار درست، بر برخورد درست. و اینی که این یک عبادت هست. فکر نکنیم که تربیت تنها مثلا یک وظیفه‌ای هست که ما انجامش بدیم، در مقابلش هیچ اجر و پاداشی مثلا نداشته باشیم. طور نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند لئن یؤدب الرجل ولده خیر من ان یتصدق بصاع، اینی که طرف بیاد بچهش رو تربیت کنه، این بهتره از اینی که بره یه مقداری صدقه در راه خدا بده. یعنی تربیت، حالا ببین این تربیت فرزند چه اجر و پاداشی برای انسان میتونه داشته باشه که انسان حتی بعد از اینکه از این دنیا رخت سفر برمیبنده، میره زیر خاک، این انسان وقتی که از دنیا رحلت کرد تمام حسابهاش تصفیه میشه و بسته میشه، خلاص کارش تموم شد. تو این دنیا دیگه الان چیزی نمیتونه از خودش به جا بذاره مگر 3 مورد. یکی همون صدقه جاریه‌ای که برای خودش دست و پا کرده تو زندگیش، واسه خودش کاری کرده که اون کار نیک همچنان مستمر هست. و یک موردش اینه که ولد صالح یدعو له،
فرزند نیکی برای خودش تربیت کرده که این فرزند نیک براش دعا میکنه. دعای فرزند نیک، کار فرزند درستی که تربیت کرده، آینده این فرزند، حتی فرزندانی که باز این فرزند اونها رو تربیت کنه، چون همه این خیر نتیجه اون تلاش ها، نتیجه اون زحمت های توی فرد بود، توی پدر بود، توی مادر بود، توی برادر بزرگ و خواهر بزرگتر بود. همه اینها در روز قیامت در اختیار توست و خداوند اینها رو برای تو اجر و پاداش میکنه. این خودش به تنهایی خود بیانگر این اهتمام شایانی است که قرآن کریم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به قضیه تربیت فرزندان و آینده سازی داشتند. جناب دکتر، با توجه به حال تاکیدهای فراوانی که چه قرآن کریم و چه فرمایشات گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به این موضوع داره و اعتراف خود ما هم به این موضوع که به هر حال فرزندان تربیتشون بسیار مهم هست و خیلی باید تلاش بکنیم در این راه، اما ما حقیقتا باید این رو اعتراف بکنیم دیگه که نتونستیم اونجوری که شایسته و بایسته است ما مسئولیت تربیت فرزندان خودمون رو به خوبی اجرا بکنیم. چه مشکلاتی رو شما مؤثر می‌بینید در این مجال؟ چه موانعی وجود داشته به نظر شما؟ کجای کار ما خلل داشته و میلنگیده که ما نتونستیم که این وظیفه خودمون رو به خوبی انجام بدیم؟ چه مثلا نمونه‌هایی رو میتونید ذکر بکنید در راه این تربیت، موانعی که وجود داره؟ بله، در حقیقت ما که به اصطلاح چهره قضیه تربیت فرزندان زیاد هم اینقدر ناامید کننده نیست. ما الحمدلله در زمان حال خودمون خیلی از خانواده ها بیدار شدن، رشد و آگاهی در خانواده ها خیلی خوب پیش میره و این رو ما ملاحظه میکنیم. درصد افرادی که یا جوانها و نوجوانهای ما که از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، از نظر سلوکی خیلی خوب تربیت شدن، از نظر عبادی خیلی خوب تربیت شدن ملاحظه میشه. یعنی وقتی که شما سری به مسجد میزنید میبینید که درصد نوجوانها رو به بالاست. وقتی که به اصطلاح در محیط آموزشی میرید میبینید که درصد اون نوجوانهایی که به فکر آینده جامعه خودشون هستن، به فکر دیگران هستن، روز به روز بالاتر میره. نقطه ای که شاید خیلی وقتا باعث میشه که کار ما لنگ بشه اینه که منو یاد عقبة ابن ابی سفیان میاندازه وقتی که یک آقایی رو آورد برای تربیت بچه هاش. گفت که ببین، اولین موردی که باید مد نظر داشته باشی اصلاح خودت هست. خودت که اصلاح شدی فرزندان من الگو برداری میکنن. متاسفانه ما این مورد رو زیاد بهش بها ندادیم. قضیه استاد درست، مدرسه درست. الان وقتی که یک استاد میاد مثلا در سر کلاس یا حتی در بیرون از کلاس سیگار میکشه، دروغ میگه، کار بد انجام میده، این استاد دیگه اون دانشجو و دانش آموزا 50 تا دانشجوی و دانش آموزی که زیر دستش هستن اونها رو در واقع داغون میکنه. خوب در چشم یک دانش آموز اون چیزیه که استاد میگه خوبه و اون رو عمل میکنه. بعد اون چیزیه که استاد اون رو بد میدونه و از اون دوری میکنه. این استاد اگر درست ساخته نشد ما متاسفانه با انحرافی در کودکان و در آینده سازانمون روبرو میشیم. موارد زیادی هست که باعث میشه که کودکان راه انحراف رو برن، کج برن. مثلا مواردی که متاسفانه در جوامع ما چه در ایران و چه افغانستان و چه تاجیکستان زیاد ملاحظه میشه، قضیه فقر خانواده هاست. فقر باعث میشه که فرزندان
نیازهایشون برآورده نشه. همون نیازهای اولیه. وقتی که این فرزند نتونه نیازهای اولیش رو برآورد کنه چیکار میکنه؟ یا مثلا دست دراز میکنه به چیزهای دیگران، دزدی میکنه، دروغ میگه، یا مجبور میشه که وارد کار بشه. فضای کاری که هم تو جامعه هاست خب یک فضای ظالمانه هست که از بچهای کوچیک استفاده سو و استفاده ابزاری میبرن. اینجاست که دیگه بچه در معرض خطرهای زیادی است، در معرض خطر انحرافات اخلاقی است، در معرض خطرهای جسمی است که بلایی سرش بیاد، در معرض معلولیت هست، در معرض فرار از خانواده هست، در معرض دزدیده شدن و به بیبند و بادی کشیدن شدن هست. اینها فقر یک معضله بسیار بسیار زشت و نگونبختی هست که میبینیم در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون رو همردیف با کفر بیان میکنند. فقر کاد الفقر ان یکون کفرا، کمی مونده بود که همین فقر هم بشه کفر. اینقدر حالا من در همین موضوع به خاطر اینکه سوء برداشت نشه، آیا عدم مثلا وجود یک رفاه مالی در یک خانه و یک خانواده، اگر خانواده از لحاظ مادی و لحاظ معیشتی و اقتصادی وضعیت خوبی ندارن، این به این معناست که اون خانواده در امر تربیت فرزند موفق نخواهد بود؟ به هیچ وجه. من منظورم از فقر اون فقری هست که دیگه خانواده ضایع شده است، فقری که کیان خانواده رو در هم شکسته. نه اونجا پدری میتونه به نقش پدریش رو ایفا کنه، نه مادری هست که بتونه نقش مادریش رو ایفا کنه. ببینید فقر به وجود فقر یا وجود تنگ دستی این عیب نیست. یه خانواده‌ای هست به هر حال بنا به دلایلی، به معنا بیماری هایی، بنا به مشکلات اجتماعی گوناگون، بنا به مواردی تنگ دست هست. این تنگ دستی به خودی خودش عیب نیست. عیب وقتی است که این به اصطلاح خانواده در مقابل این تنگ دستی کمرش رو خم میکنه. به جای اینکه این بلا رو از سر خودش دور کنه، به جای اینکه در پی راه حلی باشه، با همین تنگ دستی میسازه. و ساختن با این تنگ دستی اینه که به اصطلاح دستش رو جلوی دیگران دراز کنه و خودش رو خرد کنه. خانواده‌ای که به این صورت، این خانواده است که به اصطلاح در معرض شدید انحراف هست، که دستش رو جلوی دیگران دراز میکنه، خب دیگران هم به هر حال برای این خانواده شخصیت قائل نمیشن، از چشم مردم میفته. اینجاست که باید در تلاش بود که این معضله رو حل کرد. برای این خانواده یک مصدر به اصطلاح رزقی پیدا کرد، یک کاری رو پیدا کرد. کارسازی این وظیفه جامعه است، وظیفه اطرافیان هست. این خانواده شاید توانمندی های کاری توشون بدون شک هست، اما این توانمندی ها رو نتونستن بشناسن، جرأت به خودشون ندادن که این کار رو بکنن. مثل اون صحابی انصاری که اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، وضع و حالش نداشت، اومده بود یک مقداری پول گدایی کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که شما چیزی نداری تو خونت؟ گفت نه والله ما هیچ چی نداریم، یه تکه حصیری داریم با یک کوزه. گفت برو همین حصیر و کوزه‌تو بیار. رفت آورد، گفت آقا این رو حراجش کردن، آقا این کوزه و حصیر رو کی میخره؟ یه بنده خدایی بلند شد گفت من با 2 درهم میخرم. آقا بگیر. اینو فروختن به اون و گفت این 2 درهم رو بگیر، 1 درهمش رو برو غذا بگیر برای خودت و همسرت، و 1 درهمش رو برو یه تبر بخر بیو پیش من. این بنده خدا هم رفت، 1 درهمشو غذا گرفت برد خونه رسون، 1 درهمشو هم تبر گرفت اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر یه چوبی رو برداشت گذاشت توی همین تبره، محکمش کرد، گفت این تبر رو بگیر برو صحرا. 15 روز نمیخوام اصلا چشم بهت بخوره، نمیخوام این ورا آفتابی بشی. 15 روز بعد ببینم چی کار کرد. این بنده خدا هم رفت صحرا، خب تبر دیگه، رفت اونجا و شروع کرد به اصطلاح هیزم، افتاد به جون صحرا و هیزم جمع کرد و اومد و فروخت. و بعد از 15 روز این 10 درهم درآمد داشت. وقتی اومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم
لباس شیک پوشیده، به اصطلاح همچنین لب و لوچه‌اش آب افتاده و میخنده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن این برات بهتر نیست؟ اینه که به اصطلاح باید جامعه، اطرافیان فضای کاری برای این خانواده به وجود بیاریم. این خیلی چیز مهمی هست. حالا ببینیم بشنویم از مادر مؤمنان خدیجه کبری در اون لحظاتی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وحی نازل شده بود و پیامبر وحشت زده بودند. وقتی اومدن به خانه، حضرت مادر مؤمنان چه فرمودند؟ گفتند والله لن یخزیک الله ابدا، هرگز خدا تو رو ضایع نمیکنه. از جمله صفت هایی که برای پیامبر ذکر کردن، انک تحمل الکل، تو افراد افتاده ای که بیروزگار هستن تو اینا رو کمکشون میکنی، اینا رو به نوایی میرسونی. اینی که جامعه باید در رفع مشکلات خانواده های فقیر به اصطلاح نقش ایفا کنه. این نقش نه تنها برای ساختن این خانواده و رونق گرفتن بازار این خانواده هست، در عین حال خدمت به خود من نوعی و جامعه من هست. من اگر بتونم این خانواده‌ای که به فاقه افتادند و به گدایی افتادند و ضایع دارن میشن این رو کنترل کنم، در واقع من بچهای این جامعه، مستقبل خود جامعه رو از گزند این افرادی که احتمال داره افراد موذی باشن، افراد سربار جامعه باشن، من جامعه رو حفظ میکنم. این یه نقطه ای هست که لازمه که به اصطلاح ما مد نظرش داشته باشیم تا از انحرافات کودکان در همچنین خانواده هایی جلوگیری کنیم. جناب دکتر اگر مواردی دیگه اجازه بدید ببخشید میون کلامتون، همین جا نگه داریم نکته رو. یکی از مواردی که شما اشاره فرمودید مسئله فقر هست که تاثیر منفی در بحث تربیت داره و حتی امکان باید سعی بکنیم که از لحاظ معیشتی و رفاه اقتصادی وضعیت خانواده تحت کنترل باشه که به همچین جایی نرسه. اجازه بدید یک میان برنامه کوتاه ببینیم به همراه شما بینندگان عزیز. برمیگردیم ان شاءالله باز با موارد دیگری که مانع تربیت صحیح میشه در خانواده‌های ما ان شاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قد سار في درب النبي صحب وأشراف. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را در حالی که 7 ساله هستند به نماز خواندن امر کنید و چون در 10 سالگی نماز نخواندند آنها را به آرامی تنبیه بدنی کنید و بسترهایشان را از یکدیگر جدا سازید. ونعانق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا.
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را بر 3 خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان و محبت خاندانش و تلاوت قرآن، چرا که حافظان قرآن در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه او تعالی نیست با پیامبران و برگزیدگان الله در زیر سایه عرش الهی قرار می‌گیرند. نحيا ونرشف من شذا. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع تربیت فرزندان در اولین قسمت این موضوع. در بخش اول برنامه جناب دکتر به اهمیت موضوع تربیت فرزندان در خلال کتاب الله، در خلال آیات قرآن کریم و احادیث گوهربار رسول صلی الله علیه و سلم اشاره فرمودند و به یکی از مواردی که سبب میشه که فرزندان ما به انحراف کشیده بشن و خب تاثیر منفی داره در روند تربیت مثبت و مفید آنها، و از مواردی هست که باید به هر حال مد نظر ما باشه که اینها همه پیش زمینه هایی هستن، اینها جزء پیش زمینه هایی هستن که در موضوع تربیت اینها باید برطرف بشن. یعنی ما باید تلاش بکنیم که برای یک تربیت موفق و یک تربیت خوب ما این زمینه ها و به هر حال مسائل و انحرافاتی رو که موجود هست اینها رو ما برطرف بکنیم تا بتونیم که در میدان عملی که وقتی وارد میشیم در موضوع تربیت موفق تر باشیم. حالا خود بحث اسالیب تربیتی و اون که چه مواردی ما کمک میکنه، اون به جای خود اول مواردی که سر راه ما هستن، سنگ هایی که هستن رو باید برطرف بکنیم تا اینکه باز ببینیم خب بعد مرحله بعدی ما چه مواردی مهمتری رو باید مد نظرمون باشه. جناب دکتر اگر موضوع رو ادامه بدیم، شما به موارد دیگری دوست داشتید که اشاره بفرمایید از آنچه که سبب انحراف فرزندان ما در مسیر تربیت میشه. بله، این که موارد دیگه که باعث میشه مثلا سنگ راه باشه در قضیه تربیت فرزندان در خانواده، خود خانواده است. مشکلاتی که در داخل خود خانواده باشه، پدر مادری که با هم خروس جنگی دارند، هر روز به جون هم میافتند، با حرفای بد، با نمیدونم لاف زدنهای بد، با بد و بیرا گفتن به هم دیگه، با رو کول هم دیگه پریدن، این خانوادهایی که در به اصطلاح داخلشون پدر مادر مشکل دارن، همدیگر رو نتونستن هضم کنن و همدیگر رو نتونستن درک کنن، خانوادهایی که باز وضعیتشون از این برتر میشه، به طلاق کشیده میشن، بچهای طلاق، بچه‌هایی که نامادری براشون پدر میاره یا ناپدری، این نوع بچه‌ها خیلی در معرض خطر انحراف هستند و اینی که پدر مادرها باید و جامعه اطراف باید بیشتر هوای اینها رو داشته باشند. در خانوادهایی که پدر و مادر یه نوع افراد لاابالی‌گرا هستند، زیاد به تربیت بچه‌هاشون اهتمام نمیدن، حالا یا به خاطر اینی که جهالت هست، نادانی هست، نمیدونن چیکار کنن، یا اصلا اهمیت تربیت رو درک نکردن، اینطور بار اومدن، یا اینی که مشکل دارن، مشکل اعتیاد هست، مشکلات روحی روانی دیگه‌ای هست، مشکلات عاطفی هست، انحرافات اخلاقی هست، به هر حال خودشون رو ضایع کردن. الان این خانواده ها مشکل دار هستن. اینجاست که پدر و مادر اگر نمیتونن این بچه ها رو بسازن، باید جامعه اطراف دست به کار بشه، چرا که خطر
همه جامعه رو در تیررس خودش داره. در خانواده‌ای که پدر و مادر خیلی بد رفتار هستند، بد اخلاق هستند، رفتارشون با فرزنداشون رفتار بسیار خشنی هست، یا رفتاری هست که به اصطلاح رفتاری نیست که به اصطلاح بچه‌ها رو بتونه تربیت کنه، رفتاری هست که واکنش ساز هست، که بچه به جای اینکه اصلاح بشه بچه منحرف میشه یا یک بچه بیمار طبعی به وجود میاد، یه بچه‌ای که مثلا مشکل روانی داره، خودش رو ضایع کرده، کمبود عاطفه داره. در این خانواده ها باید اینها رو اصلاح کرد، بهشون باید رسوند که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند شما رو به عدالت، به احسان، به خوبی دعوت میکنه. شما باید بیایید کاظمین الغیظ والعافین عن الناس باشید، از مردم بگذرید. حتی به پیامبرش میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو خشن باشی مردم از دور و برت پراکنده میشن. خانواده‌ای که مشکل طلاق دارن باید این مشکلات رو براشون حل کرد. بزرگترها، اطرافیان پادرمیانی کنن، اینها رو به هم بسازند. خانواده‌ای که توشون مشکلات عاطفی هست و مشکلات شک و اینها، بیاین ببینن که مشکلشون کجاست. در واقع در اینجور مسائل قبلا هم اشاره کردیم که مشکل غالبا بین بنده و خداش هست. بنده نتونسته یک بنده خوب باشه، خودش رو نمیتونسته به اصطلاح به درستی تربیت کنه، الان داره حساب پس میده و راه بازگشت هم داره، اما نیاز هست که کسی بیاد گوش زد کنه، کسی بیاد دستشون رو بگیره، کسی بیاد نصیحتشون کنه، کسی بیاد نشون بده که اینا رو دوست داره و براشون خوبی میخواد. اینا مواردی هست که میتونه انحراف ساز باشه. در کنار اینها قضیه دوستان ناباب، خب نقش بسیار بعدی رو دوستان ناباب دارن در تربیت به اصطلاح نونهالان و در تربیت حتی بزرگترها و در انحرافشون. قضیه جامعه بزرگتر و جامعه‌ای که هستیم، اگر شما جایی رفتید، خونه گرفتید که همه اطرافیان مثلا یک دیانت خاص به خودشون رو دارند، یک انحرافات دیانتی دارند، یک انحرافات اخلاقی دارند، در اونجا خب بچه‌ها شما در خطر هستند و اینجا نیاز هست که شما اصلا خونه‌تون رو از اون منطقه تغییر بدید، یا 10 برابر افراد دیگه که در تلاش هستن برای ساختن بچه‌هاشون شما باها بدید، هزینه بذارید روی این کار. مواردی چون تلویزیون، فیلم‌های ناباب، عکس‌های مستهجن، اینترنت، موبایل‌ها، اینهایی که وقت کش هست، اینهایی که به اصطلاح شخصیت رو داغون میکنه، فرد رو از محیطی که هست ور میداره میبره توی یه محیط کذایی و یک محیط که به اصطلاح نه در اونجا حضور فیزیکی داره اما عاطفتاً با اونجا، احساساً، رواناً با اونجا داره سیر میکنه و اون هم یک فضای آلوده، یک فضایی که پنجره‌هاش به سوی هر نوع زشتی باز هست. این مسائل رو باید خانواده ها مد نظر داشته باشن تا بچه هاشون راه به انحراف نرن و خود جامعه کوچیک فامیلی و خود جامعه بزرگتر، مدرسه، مسجد، این مسائل رو در برنامه کاریشون بذارن، در تربیت فرزندان نقش مثبت ایجاد کنن. فرزند انسان، یک انسان هست، عقل داره، شعور داره و به خصوص در دوران نوجوانی اصلا عشق و تمایل عاطفیش به سوی اصلاح هست، به سوی خوبی ها هست. انحرافات اون رو به زور داره به طرف خودش میکشه. اگر ما بتونیم به اصطلاح یک مغناطیس بسیار ضعیفی هم ایجاد کنیم که این رو به جانب خوبی بکشه، ما میتونیم به سادگی کسبش کنیم، میتونیم به جذبش کنیم. اما مشکل وقتی است که همین مغناطیس کم هم وجود نداشته باشه که بتونه یه تلنگری بزنه به نوجوان، بتونه اون رو دستش رو بگیره تا مسیرش به انحراف نکشه و در سیاهچال نیفته. انجام دو تا مواردی که شما اشاره فرمودید، به هر حال هر کدوم از اینها رو اگه ما بخوایم
در اون وارد بشیم. خودش شاید یک برنامه کامل بخواد که ما درباره اینها صحبت بکنیم، اما فقط مختصرا اگر بیشتر توضیح بخوایم بدیم، عملی تر بخوایم صحبت بکنیم تو برخی از مواردی که شما اشاره فرمودید، به عنوان مثال آنچه که حالا اون که خود خانواده پدر و مادر وقتی که با هم مشکل داشته باشن که اون خب یک بحث کاملا مستقل هست که طبیعتا اول قبل از اینکه به فکر فرزندان باید باشیم، باید به فکر اصلاح والدین باشیم که اول اونها اصلاح بشن، بعد اونها به فکر فرزندانشون باشن. اما وقتی که حالا مثلا پدر و مادر خودشون نسبتاً با هم الحمدلله مشکلی ندارن، رابطه خوبی دارن و هم موقعشون فرزندانشون هست، حالا به عنوان مثال مسئله همنشین، مسئله‌ای که در مدرسه، در همکلاسی ها، دوستانی که در محله هستن، چطور میتونن پدر و مادر اینها رو کنترل بکنن؟ چطور میتونن خبر بگیرن؟ چطور میتونن مسئله مثل رسانه ها رو با توجه به اینکه الان در هر گوشی موبایل شخصی وارد هر فضایی که بخواد بشه میشه، چطور میتونه پدر و مادر اینها رو کنترل بکنه؟ چطور میتونه که بچه رو تحت مراقبت داشته باشه؟ ببینید، مراقبت وقتی ما میگیم مراقبت خارجی فایده ای نداره. اینی که پدر و مادر کار و زندگیشون رو بذارن و بشن جاسوس یا بشن پلیس دنبال بچه هاشون سر و کله آب بدن اینجا و اونجا تا بچه از راه میرسه برن موبایلش رو بگیرن چک کنند که چی کار کرده چی کار نکرده، این بچه رو بیشتر خراب میکنه. اینه که شما هی برید سر بزنید به بچت و اون رو بهش نشون بدید که رو شک داری، بهش اعتماد نداری، این بچه رو بیشتر خراب میکنه. در مقابل باید چیکار کرد؟ رابطه پدری پسری و خانواده رو تقویت کرد. بچه یک نوع احساس آرامش کنه در کنار پدر بودنش، در کنار مادرش، کمبود عاطفی وجود نداشته باشه. این نباشه که بچه به خاطر اینکه چون که کمبود عاطفه داره در خانواده خودش رو باز برسونه به اصطلاح دوستانش که اونجا مثلا از نظر عاطفی بخواد اشباع بشه. نه خیر، اینجا رابطه پدر مادر با فرزندان باید خیلی رابطه ریلکسی باشه، یک رابطه بسیار نزدیک، یک خیلی خیلی خودمونی، خیلی خیلی دوست بودن و در این حال نقطه ای که حائز اهمیت هست به خصوص مادران عزیز، مادرانی که به اصطلاح سنگ تمام میذارن برای تربیت فرزندانشون، برای اصلاح فرزندانشون، اما احیانا دوستیاشون دوستای خال خرسه هست که خیلی بچه رو به اصطلاح نازک نارنجی بار میارن، خیلی همه کاره بچه میشن. میخوان آقا بچه میخواد غذا بخوره، مادره براش دندون میشه غذا رو میجوه بذاره تو دهن بچهش. بچه میخواد که یک حرکتی بکنه، مادره میشه کفش پاش که بچه به اصطلاح پاش رو زمین نخوره. بذار بچه زمین بخوره، بذار بچه نمیدونم. خیلی از مادرها هستن که ماشاءالله علامه دهر میشن به حساب بچه‌هاشون. بچه‌هاشون 3-4 تا بچه داره، مادره ماشاءالله همه درس‌های بچه‌ها رو میخونه، واسهشون به اصطلاح انشا مینویسه، واسهشون همه سوالات رو پاسخ میده. مادر واسه خودش میشه علامه دهر، در مقابل بچه‌ای رو تربیت میکنه که خیلی به اصطلاح درد جامعه نمیخوره، اعتماد به نفس نداره، نمیتونه رو پای خودش وایسه. یا برعکس همون مادرایی که به اصطلاح گفتیم که تا حرفی میشه فوراً بچه رو میبرن به اصطلاح به باغ وحش، همه حیوانات باغ وحش رو اسمش رو میذارن رو بچه رو به اصطلاح، نه این به این شوری شور و نه به اون بینمکی. بذار بچت. مادرای خانواده‌ای که بابا بچه‌مون مردود شد، یه علم شنگه به رو میندازن، خودشون رو داغون میکنن، بچه رو داغون میکنن که بچه مردود شد. بذارید مردود بشه، 1 سال نه، 2 سال نه، 10 سال. بذار بچت مردود بشه، بذار بچت بخوره به زمین، بذار بچت سرش به دیوار بخوره، سرش به سنگ بخوره، تو عاقل بشه، تو احساس کنه که یک انسان هست، مسئول واکنش های خودش هست، مسئول افتادن خودش هست. پسرم مردود شدی، خب نتیجه کارهای خود بود، بی احتمامی کردی، الان دوستات میرندی کلاس بالاتر، تو مجبوری با کمتر کوچکتر از خودت بشینی. اونایی که مثلا عقلشون، شعورشون، درکشون از تو خیلی کمتره، الان باید به اونا بسازی و بسوزی.
کاریه که خودت کردی، اما خب یا جبرانش کن، 2 برابر سال پیش زحمت بکش تا بتونی 2 تا کلاس با هم پاس کنی، باز به دوستات برسی، با به هم کلاسی و هم سنیات برسی، یا میل خودت من چیکار میتونم بکنم. همونطور که جامعه ما به یک پزشک و یک مهندس نیاز داره، جامعه ما به یک سیاستمدار و یک مفکر نیاز داره، به نانوا و یه چوپون هم نیاز داره. این تویی که خودت رو انتخاب میکنی، جا مسیرت رو انتخاب میخوای چوپون فردای جامعه باشی، خب ما نیاز به چوپون هم داریم. میخوای نانوای فردای جامعه باشی، قدمت رو چیش، ما نیاز به نانوا داریم. میخوای مکانیک باشی، ما میخوای یک دانشمند بشی، اینجاست که باید یه مقداری بیشتر زحمت بکشی، این رو بهش برسونیم که و یک نوع در داخلش ما وقتی بیایم از انشالله در شیوه های تربیت یا فن و فوت‌های تربیت، ابعاد تربیتی فرد وقتی سخن خواهیم گفت، انشالله به این نقطه اشاره میکنیم. بذارید بچه پلیس خودش باشه، مراقب خودش باشه، حلال و حرام رو خودش تشخیص بده، خودش بدونه که چی بده چی خوبه. شما فقط راهنمایی کنید، شما پلیس نباشید. چون اگر پلیس بودید چی میشه؟ تا شما هستید خب بچه میشه ملائکه، تا شما پاتون رو از خونه گذاشتید بیرون بچه میشه شیطون رجیم. پس هیچ کاری نشد، شما نتونستید یک انسانی رو که به اصطلاح در خودش انسان باشه بدون اهرام خارجی تربیت کنید. شما یک انسانی رو تربیت کردید که منافق صفت هست، درست در مقابل شما یک چهره داره، دور از شما یک چهره دیگه. انسانی که رقابت ذاتی نداره، کسی که به اصطلاح خودش، وجدانش، ضمیرش نمیتونه اون رو کنترل کنه، نیاز هست که شما کنترلش کنید. خب شما همیشه بالای سرش نیستید. این مسئله رو مادرها، پدرهای عزیز باید مد نظر داشته باشند در قضایای تربیتی. بذارید که طرف رو پای خودش وایسه، خودش بتونه خودش رو کنترل کنه، خودش بتونه در این قدرت رو داشته باشه. شما کمکش کنید، فقط شما راهنماییش کنید تا این قدرت ذاتی در خودش به وجود داشته باشه تا بتونه خودش در مقابل به اصطلاح یک گناه، در مقابل یک انحراف بچه رو واکسینه کنید. واکسینه یعنی چی؟ یعنی اونی که حتی بچه احیانا نیاز هست حتی یه مقداری خودش به انحراف بره، انحراف رو بچشه تا بدونه که چقدر زشت بود، چقدر بد بود. وقتی که شما پلیس بالای سرش نیستید این خود به خود به وجود میاد. فقط نیاز هست که شما بچه رو از نظر ایمانی، از نظر اخلاقی، از نظر شخصیتی، از نظر عقلانی این بچه رو تربیتش کنید. این موارد تربیتی اخلاقی ایمانی رو اگر شما به درستی پیش بردید، بقیهش دیگه تضمین شده است. الان اگر شما این بچه رو هر جا بندازید دیگه خطری از اینه که این منحرف بشه شما رو تهدید نمیکنه، دیگه اظهار نگرانی ندارید. اما اینه که ما بیایم بچه اگر بخوایم به همین احساس امنیتی که شما فرمودید برسید، الان میخوایم شروع بکنیم. مثلا یک به هر حال فرزندی در خانواده هست، اولویت برای والدین یا بزرگترها چه موضوعی باشه؟ از کجا باید شروع بکنیم مسئله تربیت رو؟ من میخوایم به اون چیزی که شما فرمودید، پلیس درونی و اینکه خود فرزند به این نتیجه برسه که به هر حال من باید خودم مواظب خودم باشم، ما یه راهنما باشیم. الان قدم اول چیه؟ از کجا شروع کنیم؟ میخوایم به هر حال میخوایم شروع بکنیم تربیت رو و اهمیت بدیم، اولویت بندی بکنیم. مهمترین مسئله‌ای که شما در مسئله شروع به هر حال اون مراتب تربیتی و قدم‌های تربیتی مهم می‌بینید، اولین مسئله چی است؟ از کجا شروع کنیم الان؟ مهمترین نقطه‌ای که اصلاً پیش زمینه‌اش در خود بچه هست و برای ما زیاد هزینه بردار نیست، اینه که ما این بچه رو ربطش بدیم به خداش، به بچه‌مون یاد بدیم از همون کوچیکی. اولین کلمه‌ای که وقتی ما به بچه یاد میدیم چی هست؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، الله و صفات خدا رو به بچه نشون بدیم، یاد بدیم.
که خدا رحمان هست، خدا بخشنده هست، خدا بردبار هست، خدا ما رو در همه لحظاتمون هر جا ما رو میبینه و مراقب کارهای ما هست. هر کوچیک و بزرگ ما ثبت میشه. فردای قیامت ما جوابگو هستیم. وقتی بچه صفات خداش رو بشناسه، بدونه که خدا اون رو خلق کرده، خدا اون رو روزی میده، خدا هوای اون رو داره، هر موردی که در زندگیش به وجود میاد این میتونه از اون بهره برداری کنه برای رسیدن به رضایت خدا. این باعث میشه که این بچه توش شعور و احساس رقابت الهی وجود داره، مراقبت خداوند وجود داره که من در همه حال همینطور افتاده نیستم، یه برگی نیستم که از هر طرف هوا بیاد منو ببره. این بچه اگر ما تونستیم روی این موضوع خوب کار کنیم، بچه رو دیگه تونستیم ضامن این بشیم که بچه‌مون هرگز مثلا دیوونه نخواهد شد، هرگز روانی نمیشه. روانی شدن و منحرف شدن از نظر روحی جسمانی این به چه علت به وجود میاد؟ وقتی که طرف فکر کنه که من گم شدم، من حیران هستم، کجا برم، چی کار کنم، من کی هستم. اما وقتی که میدونه که نه، در همه موارد خدا اون رو مد نظر داره، خدا هوایشو داره، این شخصیتش پخته میشه، اعتماد به نفس پیدا میکنه، ترس و وحشت ازش میره. الان با یک قدرت دیگه، با یک نیروی ذاتی داخلی این طرف به طرف زندگی میاد و در زندگیش حتما موفق میشه. و ما هم در این حالی که بسیار رابطه این فرد رو با خداش مستحکم میکنیم، خب یک نوع ادوات کاری هم هست، یک نوع فن و فوت‌هایی هست که خود دین این فن و فوت‌های رو گذاشته که این فن و فوت‌ها میتونه به اصطلاح یک پله‌های سریع و سیر هست که طرف رو به خداش میرسونه و ربطش میده. این ربط دادن، یه چیزی رو محکم به یک میخ بستن، نیاز به تناب هست. این تناب رو ما در اینجا داریم. وقتی که ما بچه رو ذهناً آماده کردیم، به شناخت رو دادیم که رابطه توی بنده با خدات هست، مستقیم هم هست دیگه، در میان هم نمیدونم پیر و فقیر و نمیدونم تعویض و خرافات و امامزاده و این خزعبلات نیست، مستقیم رابطه بنده رو کردیم با خداش. الان میاییم روی تکنیک کاریش یه مقدار زحمت میکشیم. مثلا نماز، عادتش میدیم به نماز که تو در نمازت داری با خدا حرف میزنی. باز عادتش میدیم به چی؟ به روزه گرفتن. خب این روزه این بچه رو آلایش میده. عادتش میدیم به صدقه و زکات دادن. این دیگه کلن احساس میکنه که من وجود دارم و من از علائم وجودی من در این جامعه اینه که دیگران رو دارم میبینم، احساس میکنم به زیر دست، به تنگ دست، به کسی که نیازمنده دارم من بهش میرسونم، دستش رو میگیرم. الان شخصیتش تکامل پیدا میکنه. و اگر خانواده این امکان رو داشت که بتونه بچهش رو مثلا به حج ببره یا حتی اگر به عمره ببره، اونجا با اون محیط بزرگ توحیدی اون رو آشنا کنه، بچهش رو با ابراهیم و صفات ابراهیمیت در حج و در طواف آشنا کنه، قصه حضرت ابراهیم، قصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو براش بیان کنه از اون نزدیک. وقتی اینو رو میبینه، لمس میکنه، این بچه دیگه کاملا دیگه ساخته شده است. این بچه دیگه الان تنها نیست، نه تنها که تنها نیست، نه تنها با پدر و مادرش نیست، نه با خانواده امروزیش، بلکه این جزئی از تاریخ شد. الان احساس میکنه که من پدری داشتم به نام آدم و این مسیر تاریخ من جزئی از اون هستم، من در این مسیر حرکت کردم، من گام گذاشتم در جایی که حضرت ابراهیم گام گذاشت، من همون کاری رو کردم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داد. این مسائل عبادی یک نوع ذهن شمولیتی رو هم برای بچه ایجاد میکنه. بچه دیگه الان عبادت براش
تنها نماز و روزه و صدقه نیست. الان شیوه رفتارش شد عبادت، شیوه فکرش شد عبادت، نشست و برخاستش شد عبادت. وقتی خدا رو شناخت، عقیده و درک عقیده و فرامین توحیدی براش اولویت داره. الان اخلاص خود به خود در خودش ساخته میشه که من هدفم فقط خداست، رسیدن به خداوند و راضی کردن خداوند، و خداوند برای من قانون و مرام زندگی وضع کرده. تابع به این پایبند بودن به این مرام و دستورالعمل زندگی باعث چی میشه؟ باعث استقامت من میشه، باعث ساخت من میشه، باعث میشه که من یک انسان ایدئال و درستی باشم، یه الگو باشم. این مسائل و در این حال مثلا بچه در محیط زندگی با چیزایی رو میبینه، این چیز حرامه، این درسته، این نادرسته، این زشته، این رو اگر انسان انجام بده باعث ثواب و رضایت خداوند میشه، این رو اگر انجام بده از چشم مردم میفته، از چشم خدا میفته. این مسائل وقتی که در بچه ساخته میشه، وقتی که شما بچت رو با سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آشنا میکنید، با اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آشنا میکنید، اون وقت دیگه بچه میخواد زینب کبرا بشه، بچه میخواد خدیجه کبرا بشه، بچه میخواد عایشه صدیقه بشه، خانواده پیامبر، یاران پیامبر، مدرسه پیامبر. بعد از اون این صحابه چه رشادت ها و چه دلیر مردی هایی به ثمر گذاشتن، با اینها آشنا میشه، با سختی هایی که پیامبر متحمل شد، یارانش متحمل شدند، با فتوحاتی که در دنیا به ثمر رسوندن، با قرآنی که خداوند برای بشر و برای او فرستاده. همه اینها باعث میشه که این بچه یک انسی بگیره با دین، انسی بگیره با یک شخصیتی که از پیش زمینش اصلا در خودش بود. وقتی که این انسان رو خداوند خلق کرد، بر فطرت آدمیت اون رو خلق کرد. این فطرت آدمیت پیش زمینه همین مفاهیم هست. این مفاهیم رو تو بچه زنده کردن این شاهکار نیست، در واقع این یک نوع مثلا به حرکت در آوردن اون چیزی هست که در هر فردی، در هر انسانی وجود داره. تنها نیاز هست که ما اونها رو بارورشون کنیم، اونها رو تحریک کنیم تا این فرد بیاد در ابعاد مختلف ایمانی رشد کنه، در ایمان به خداوند یکتا و ایمانش رو به خصوص در عمر نوجوانی که بچه میخواد از هر چیز سر در بیاره، در این عمر این بچه رو بکشونیم به فلینظر الانسان مما خلق، بکشونیم فلینظر الانسان الی طعامه، بکشونیم افلم ینظروا الی السماء کیف افلم ینظروا الی السماء فوقهم. این نگاه کردن در قدرت‌های بزرگ الهی که خداوند این کون و مکان، این کهکشان، این انسان، اینها رو چطور خلق کرده. چون که عقل بچه در این مرحله عقل پویایی هست. وقتی ما میاییم کهکشان رو براش باز میکنیم، وقتی خلقت انسان رو براش باز میکنیم، یه چیزایی هم تو مدرسه خونده، تو علوم یه چیزایی یاد گرفته، اینجاست که در مقابل عظمت و بزرگی خدا خود بچه دستش رو بالا میبره، تسلیم میشه. و این تسلیم شدن یعنی چی؟ یعنی اعتراف به بندگی خداوند کردن. وقتی که بنده و بچه ما شد بنده خدا و بزرگی خدا رو در ذهنش تصور کرد، اینجاست که دیگه بچه از هیچی نخواهد ترسید مگر از خداوند، از هیچ موردی، از هیچ چیزی بیم نخواهد داشت. این جرأت گرفتن و این شخصیت گرفتن، این دیگه بچه ما رو به اصطلاح میتونه یک تاریخ سازی از این بچه بسازه، یک شخصی که اسمش همیشه در تاریخ زنده بشه. ما با این صورت میتونیم در بچه‌مون یک نوع روح خشوع، خضوع، بندگی خالصانه خداوند رو بکاریم. اگر بچه ما به این مرحله رسید
که احساس کرد بنده خداست، این مرحله عروج هست. مرحله ای که دیگه ما الان هیچ ترسی و بیمی نداریم که این بچه ضایع بشه یا منحرف بشه و یا اینه که شکست بخوره. نه خیر، این بچه الان احساس میکنه که یک پشتیبانی بسیار بسیار بزرگی داره که این پشتیبانش شکست ناپذیر هست. ببینید وقتی شما به بچت میگی برو یک کاری بکن، شما گفتید، شما پدر وقتی گفتید، وقتی بچه فهمید که شما حواست بهش هست، وقتی شب هست 200 متر اونورتر یک دکانی هست و همین به اصطلاح تاریک هست، اگه بچت بگی برو دکان یه چیزی بخر بیار میترسه. اما وقتی میای دم در وای میسی میگی که من نگات میکنم برو، ببین با چه جرأتی میره. تاریکی همون تاریکی هست، مسیر همون مسیر هست، اما اینجا فقط احساس کرد که شما داری نگاش میکنی از پنجره. حالا شما فقط گفتی دارم نگات میکنم تو برو، شاید بعدا هم مشغول شدی نگاش هم نکردی، اما بچه به همین احساس که داری شما نگاش میکنی با چه جرأتی داره میره، با چه جرأتی برمیگرده. الان تصور کنید که بچه ما احساس میکنه که پشتیبانی داره که اون خدای یکتاست. من بنده شدم بنده خدای یکتا که در هیچ وقت من از به اصطلاح مراقبتش دور نیستم، هوای من رو داره، من رو میبینه. الان دیگه ما تونستیم بچه‌مون رو واکسیناسیون بکنیم دیگه. الان بچه‌م نحوه فکر کردنش، نحوه تعاملش، نحوه احساسش همش شده مستقیم شده و یک بچه‌ای هست که آمادگی این رو داره که یک انسان و یک الگو و یک به اصطلاح شخصی باشه که هم در دنیا پدر و مادر ازش خوشنود باشن و بهش افتخار کنن، هم در آخرت ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. این یک آرزویی هست که همه نیکان و همه صالحان این رو از خداشون طلب میکنن که بار الها از خانواده های ما، از فرزندان ما به ما چیزایی ارزانی کن که ما بهشون افتخار کنیم، بهشون بنازیم. و این از این مرحله میشه با این تکنیک تربیت ایمانی ما میتونیم به این گونه به این موفقیت برسیم و همچنین فرزندی رو برای خودمون تربیت کنیم. جناب دکتر، حالا در همین موضوع تربیت ایمانی که واقعا اگر ما در این زمینه قدم اول و مهمترین قدم موفق باشیم میتونیم که بگیم واقعا خیلی رشد بزرگی رو داشتیم در زمینه تربیت. چه زمانی بهترین زمان شروع هست، یا الان به تعبیر دیگه بگیم از چه زمانی این تربیت ایمانی شروع میشه؟ یعنی ما باید بیشتر نسبت به این موضوع اهمیت بدیم. شما مثلا دوره نوجوانی رو اشاره فرمودید که در دوره نوجوانی مثلا بحث تفکر رو در خلقت آسمان ها و زمین و قدرت الله تعالی و بیشتر پی بردن به قدرت الله تعالی، تعلق خاطر بیشتر با الله تعالی و احساس همراهی با الله تعالی و معیت الله تعالی، نظارت الله تعالی. اما قبل از اون چی؟ ما از کجا باید شروع بکنیم این تربیت ایمانی رو؟ چه زمانی زمان مناسبی هست؟ ما حتما باید از اونجا شروع کرده باشیم کار رو که بتونیم مثلا در نوجوانی و جوانی به این دستاورد برسیم. بله، اولا اینی که ما از چه زمانی شروع کنیم، همونطور که گفتم شروع کردنش در واقع قبل از فرزند بود. انتخاب همسر و همین که فرزند اومد باز روند عملیش مشخصتر میشه، یک مقداری به اصطلاح انسان اون رو بیشتر لمس میکنه. همین که فرزند متولد شد ما چیکار میکنیم؟ میاییم تو گوشش اذان میگیم. پس در واقع ما شروع کردیم. احساس بعضیا فکر میکنن که این بچه‌ها احساس ندارن یا نمیدونن که چی داره پیش میاد. نه خیر، این بچه در هنگامی که جنین هست توی شکم مادرش هست میتونه احساس کنه. وقتی که شما همین بچه رو حقش هست که شما همون بچه‌ای که توی شکم مادر هست براش قرآن بخونید، صدای قرآن رو به گوشش برسونید. ببینید همون مادری که به اصطلاح باردار هست وقتی که قرآن میشنوه خودش احساس میکنه که بچهش به اصطلاح با این قرآن با صدای خدا داره
به اصطلاح واکنش نشون میده، احساس آرامش میکنه. بعد از اون کودک تا سن 7 سالگی تکامل ابتدایی به اصطلاح عقلیش کامل میشه. تا این 7 سالگی ما باید بیاییم این کودک رو هر چه میتونیم از مسائل خوب و بد، این خوبه این بده، نه بدون به اصطلاح این رو بهش تلقین کنیم، بهش برسونیم، عملا بهش نشون بدیم، نه اینکه بهش به اصطلاح امر کنیم این کارو بکن اون کارو نکن، بذاریم انجام بده. یک اشتباهی که مادرها به خصوص انجام میدن برای بچه‌هاشون که بچه رو نمیذارن که خودش به اصطلاح حرکت کنه. یعنی چی نمیگذارن؟ مثلا چه مواردی رو شما مد نظرتون؟ بچه میخواد یک کاری رو بکنه، مادر به اصطلاح میترسه که نمیدونم میندازیش، این کارو نکن، خود تو همین نه منع کردن یک نوع عقده ای رو در بچه رو عقده‌ای میکنه که هر کاری من میخوام بکنم میگن نه نه نه. حتی اگر میخوای بگی نه و بچه 2 ساله است، بچه 1 ساله است، بچه 3 ساله است، این نه رو بگو چرا نه. وقتی میگی که بچه‌م کبریت رو نگیر، چرا که این کبریت رو وقتی میزنی آتیش میگیره، این آتیش داغه، احتمال داره که دستت رو بسوزه، بعدا زخمی میشی. خب الان بچه فهمید که چرا نه. یعنی دلیل ممانعت و دلیل مخالفت خودمون رو مطرح بکنیم به جای اینکه امر و نهی بکنیم بهش. دقیقاً. چرا؟ ببین بچه یک طاقت، یک قدرتی داره که دیگه یک قدرت معجزه است. شما یه بچه 2 ساله رو اگه من به یک آقای 20 ساله‌ای 30 ساله‌ای بگم آقا لطف کنید همین قلک رو از روی کمد بدید، من همونجا که نشسته لم داده خودشو هیچ تکون نمیده، میگه که این کمد دراز دستم نمیرسه. اما وقتی که به یه بچه 2 ساله میگی که عمو جان همین قلک رو از بالای کمد بده، من چه کار میکنه؟ فوراً بلند میشه، میاد کنار به اصطلاح کمد، دستش رو بالا میکنه، سعیش رو میکنه، تلاشش رو میکنه. بعد از اینکه خسته شد میگه که بله. یعنی چی؟ یعنی این بچه میخواد، قدرت داره، توان داره، شکست رو نمیخواد قبول کنه، نمیخواد به اصطلاح زود از کوره دره، میخواد هر چیز رو خودش تجربه کنه، میخواد هر چیز رو. میبینید بچهای کوچیک تا شما میخواید یک کاری براشون بکنی میگه نه من بذار خودم بکنم، خودم. میخوای کفشش رو پاش کنی میخواد که خودش این کارو بکنه. چرا؟ میخواد احساس کنه که وجود داره، احساس کنه که وظیفهش هست که کارهای خودش رو خودش انجام بده. اما وقتی شما میایید این وظیفه رو ازش سلب میکنی، شما در واقع بهش میرسونید که تو هیچ کاری نیستی، تو یک انسان بی‌خاصیتی هستی، هیچ فایده‌ای توت نیست، حتی کارهای خودت رو باید کسی دیگه دست و پا چلفتی. این حرفا رو شما بهش نمیزنید، اما عملا دارید این حرفا بهش تلقین میکنید. اینجاست که ما باید این مسائل رو مد نظر داشته باشیم. تربیت فرزند و ربط فرزند به مفاهیم توحیدی و خداوند، اینها از همون ابتدای زندگی آغاز میشه، از همون 2 سالگی آغاز میشه، از همون لحظاتی که بچه داره احساس میکنه، کلماتی که ما بهش یاد میدیم. ببینید وقتی که پدر و مادر نماز میخونن، همین بچه 2 ساله رو میبین میاد مثل پدر و مادر همون به اصطلاح حرکت ها رو انجام میده، همون صورت نماز میخونه. این در چشم ما شاید اصلا چیزی حائز اهمیت نباشه، بچه داره تقلید میکنه، اما نه، این داره ساخته میشه. الان مخش داره به اصطلاح برنامه ریزی میشه که من انسان باید در مقابل خداوند و تنها خداوند سجده کنم. این حالت هرگز من ندیدم که پدرم یا مادرم اشک بریزه مگر سر سجاده نماز، وقتی که دست دعا به سوی خداش بلند میکنه، زاری میکنه. پس این خدای بزرگ، من در مقابل اون باید عاجز باشم، در مقابل اون تواضع نشون بدم، در مقابل اون بندگی خودم رو به اصطلاح به نمایش بگذارم. این بچه الان داره ساخته میشه. اون چیزی که میبینه، اون چیزی که ما بهش یاد میدیم در همون دوران کودکی. ببینید آقای سلیمانی، یک پژوهش‌های علمی هست که الان داره کم کم لو میره.
یعنی از جمله مسائلی که الان بر سر زبان هاست که چرا غرب سعی کرد و این همه هزینه داره خرج میکنه تو کشورهای ما برای رواج دادن زبان خودش. ببینید تو همین ایران تا میگه آقا فلانی رفته چی میکنه؟ زبان میخونه، انگار که چیز زبان نبود، کار و لال بود، شد زبان انگلیسی. وقتی میگن زبان یعنی انگلیسی. خب چرا روسی مگه زبان نیست؟ فرانسوی زبان نیست؟ عربی زبان نیست؟ فارسی خودت زبان نبود؟ نمیدونم کردی و نمیدونم فلان زبان نبود، فقط انگلیسی شد زبان، دیگه رو کرولال هستن. یک نوع به اصطلاح هزینه میکنن تا ما رو چیکار کنن؟ از اون مرام زندگیمون دور کنین. این نتیجه چی هست؟ نتیجه اون پژوهش هایی هست که خود غربیان در وقتی که مسلمان ها در اوج قدرت بودن اینا اومدن نگاه کنن چرا یه بچه مسلمون با سرعت رشد میکنه، از نظر عقل و درایت با سرعت رشد میکنه، یه بچه غربی این سرعت رو نداره. بچه های اونها در مقابل بچه های ما کاملا کودن بودن. وقتی اومدن و این رو از نظر مخاشون رو با هم به اصطلاح مورد بررسی قرار دادن، دیدن که یه بچه مسلمون 7 ساله بیش از 50,000 کلمه تو مخش داره، یه بچه غربی 3,000 کلمه رو نداره. بچه مسلمون در همون ابتدای زندگیش اولین کاری که خانواده ها میکردن بچه قرآن رو حفظ میکرد. بعد از اون اومدن به صورت بعضی از کتابهای شعر و کتابهای اخلاق و ادب و اینها رو حفظ میکرد، همون بچه کوچولو. خب این ذهنش الان یک به اصطلاح پیش زمینه براش مهیا کرده، یه اینقدر رشد کرده، مثل یه بالون بزرگ شده که میتونه هر چیزی رو در خودش باز به اصطلاح هضم کنه. در بعضی از کشورهای اسلامی حفظ قرآن کریم رو مساوی کردن با مرحله به اصطلاح راهنمایی. کسی که حافظ قرآن هست هیچ نوشتن خوندن بلد نیست، این رو میذارن کلاس اول دبیرستان، با کلاس اولیه دبیرستان این دوتا با هم پیش میرن و تا دیپلم میرسه اون حافظ قرآنه اومده از اونی که به اصطلاح همه سالش همه زندگیش رو این رو طی کرده، این حافظ قرآن داره جلو میزنه. چرا؟ چون که این ذهنش اینطور ساخته شده، این قدرت‌هاش فعال شده، ذهنش فعال شده، عقل باطنش خیلی نیرومند شده، قوی شده. اینها اومدن چیکار کردن؟ گفتن که ما باید بذاریم این بچه‌ها رشد کنن. اومدن به ما گفتن که بله باید سیستم آموزشیتون رو عوض کنید، بچه رو بذارید بازی کنه، بچه نمیدونم این حرفا چی یادش میدید، خالد ابن ولید و نمیدونم صحابه و رادمردی ها اینا چیه یاد میدید، بچه روانی میشه، بچه نمیدونم اینا از سطح بچه بزرگ است، بچه رو بذارید یاد بگیره که کلاغی بود، کلاغ نمیدونم پنیری تو دهنش بود، غارغار کرد، پنیره افتاد، روباه پنیره رو دزدید. بچه این ما از ما گرفتن، از تاریخ و شخصیت و هویتی ما جداش کردن، بردنش تو باغ وحش با پرندگان و چرندگان و نمیدونم با خزندگان و با اینا بلندش کردن. خب نتیجه همین میشه. الان بچه ما متاسفانه الان بچه های ما 10-12 به اصطلاح 7-8 ساله که میشن 1500-2000 کلمه بیشتر تو سرشون نیست، در حالی که خود همین غربیایی که به ما اینجوری تلقین میکنن الان دارن نه از کوچیکی بچه‌شون رو میسازن. در به اصطلاح در کشورهای ما معلم ابتدایی و معلم کودکستان کیه؟ آقا اون سربازی که به اصطلاح بی سواده، نمیتونه هیچی جایی نداره، نه درد نیروی نظام انتظامی میخوره، آقا این دست و پا چلفت رو چیکارش کنید؟ آقا بفرستیدش مدرسه، اونجا به اصطلاح بچهای مردم. میری تو اون کشورهای دیگه، تو ژاپن آقا امکان نداره که کسی بیاد معلم ابتدایی یا کودکستان باشه مدرک کمتر از دکترا داشته باشه. اونا درک کردن که ساختار آیندهشون کجاست، کجا باید هزینه کنن و ما رو اومدن گولمون زدن و ما سادلوها هم گول خوردیم. اومدیم
ما ابتدای ساخت بچه‌مون رو ضایع میکنیم. مادرها در این مرحله ابتدایی که در الان بچه ساخته میشه، به جای اینکه بیان روی بچه هزینه کنن، بیان این بچه رو تربیت کنن، مادرشی میره سر کار، بچه رو کجا میندازه تو یک نمیدونم پرورشگاه، تو یه جایی. هدف اینه که آقا اینو چیکارش کنیم، بچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله رو هر کاری دلتون میخواد بکنید، مشغولش کنید به چی؟ بچه‌ای که میشینه مثلا 2-3 سال عمرشه، 7 سال عمرشه، 6 سال عمرشه، میشینه روی پشت به اصطلاح کامپیوترش، پشت لپتاپش، شروع میکنه فقط و فقط بازی های مثلا کامپیوتری رو. این بچه داغون میشه. بازی کامپیوتری چیکار میکنه؟ بازی کامپیوتری بچه رو منتقل میکنه از واقعیت به یک دنیای خیالی، دنیایی که در اون ماشین‌ها با سرعت سرسام آور دارن حرکت میکنن. این میفته، این میزنه، اون میفته، نمیدونم همش میبینید تو این بازی‌ها خشونت هست، سرعتی هست غیر معقول، قدرت‌هایی هست غیر طبیعی. این بچه الان در خودش شکسته میشه. من نمیتونم این سرعت رو برم، من نمیتونم این کارا رو بکنم. همیشه داره این بازی‌ها انعکاسش رو بچه اینه که تو لیاقت هیچ کاری رو نداری، تو نمیتونی این کارو بکشی، تو نمیتونی، و این بچه در خودش شکسته میشه. و میبینی که بچه‌هایی که زیاد روی پشت تلویزیون میشینن، زیاد پشت به اصطلاح برنامه‌های این گونه‌ای وقتشون رو ضایع میکنن، اینا میبینیم که حالتهای نرمالی ندارن، همچنین یه مقدار خرفت هستن، ذهنشون کم کار میکنه. وقتی یه حرف رو میزنی طول میکشه که اینا حرف رو بگیرن، بفهمن. خب این مسائل رو باید مادرها و خانواده ها مد نظر بگیرن و شروع کار تربیت ایمانی بچه از همون ابتدای زندگیشون باید آغاز بشه. جناب دکتر، در همین بحث تربیت ایمانی چون مهم هست، من چند تا حالا نظریاتی که مطرح میشه هم به هر قابل بررسی هست. نظر شما درباره بحث تشویق یا تهدید در بعد ایمانی، حالا علل خصوص برای فرزندان، علل خصوص باز کسانی که در سن سال دوران طفولیت و مثلا قبل از نوجوانی یا حتی نوجوانی هستن، تأثیر تشویق و علاقمند کردن به باورهای دینی رو شما بیشتر میدونید یا ترساندن از باورهای دینی؟ حالا یه مثال ساده‌تر بزنم. مثلا الان من نوعی مادر و پدر میخوام فرزند خودم رو برای تو بعد ایمانی تقویتش بکنم. شما نقش تشویق و ترغیب و علاقمند کردنش به پاداش‌ها، به محبت‌ها نسبت مثلا محبت ذات الهی یا بهشت و ارتباط با خوبان و نیکان رو بهتر می‌بینید، یا نقطه مقابلش مثلا ترساندن از مؤاخذه ها، ترساندن از بار گناه، ترساندن از سرنوشت بد، ترساندن از دوزخ، ترساندن از این، ترساندن از اون؟ شما این رو چطور می‌بینید الان مثلا در دوره ابتدا علل خصوص، یا اینکه هر دو باشه، کدوم یکی بیشتر باشه؟ نظر شما در این باره چیه؟ ببینید، ما در قرآن کریم یه آیه هم نداریم که به ما بگه که از خدا بترسی. خب متاسفانه بعضی از مترجمین محترم به اصطلاح تعبیر قرآنی اتقوا الله رو اومدن ترجمه کردند که خاف الله، از خدا بترسید. خیلی اینجوری ترجمه میکنن، خیلی هم میارن میگن اتق الله، یعنی منظور کاتب عربی وقتی استفاده میکنن در مقام ترس از خدا استفاده میکنن. به هیچ عنوان تعبیر اتقوا الله از به اصطلاح با تعبیر بترسید از خدا نه همخوانی داره و نه این معنا رو داره. تقوا یعنی چی؟ خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این رو برای ما شرح دادن. آقا تقوا یعنی چی؟ وقتی که پرسیدن مثلا گفتن، فرمودن که بله، آیا شما اصلا تو یک زمینی که اونجا خار داشته باشه رد شدی از یک زمینی که خار باشه؟ گفتم بله. خیلی چیکار کردی؟ لباسامو جمع کردم، مواظبت کردم و رفتم که این خار لباسام رو پاره نکنه، تو پام نخوره. تقوا اینه.
تقوا یعنی مواظب بودن. اتقوا الله یعنی مواظب باش، دوری کن از اون چیزایی که محبت خدا رو از دستت بگیره، اون چیزایی که باعث بشه تو از خدا دور شی. ما وقتی که به اصطلاح حرف میزنیم از تربیت فرزند، چیزی به نام ترس از دین، ترس از خدا نباید اصلا در بچه مطرح باشه. اون چیزی که مطرح هست چی هست؟ رضایت و خوشنودی خدا رو کسب کردن، به محبت الهی رسیدن. نقطه متضادش چی هست؟ مخالفش از رحمت الهی دور بودن، از محبت خداوند محروم بودن. خب وقتی ما مثلا خودمون بچه‌مون رو وقتی میگیم که مثلا این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی خیلی دوستت دارم و اگه نکردی من دوستت ندارم. ما حتی بچه‌مون رو وقتی تهدید میکنیم با دوستت دارم دوستت ندارم داریم این حرفو میزنیم. اما وقتی که میایم پیش به اصطلاح مسائل دینی میگیم که اگر این کارو بکنی خدا ازت خوشنود میشه، بهت ثواب میده، اگه نکنی خدا عصبانی میشه، میزندت، فلان میکنه. نه خیر، ما در به اصطلاح در کودکی به خصوص در دوران کودکی عشق رو، محبت رو در بچه به اصطلاح بارور میکنیم. این کارو بکنی خدا ازت خوشنود میشه، این کارو بکنی این کاریه که رسول خدا دوستش داشت، این کارو بکنی این کارو فلانی کرد، انس بن مالک این کارو کرد، پیامبر ازش خیلی خوشحال شد. کسی که پیامبر ازش خوشحال بشه خداوند ازش راضی میشه. این کارو بکنی پدر و مادر ازت خوشحال میشن، خوشنودی پدر و مادر خوشنودی خدا رو در بر داره. یعنی حتی خوشنودی پدر و مادر به خودی خودش برای بچه مهم نیست، مهم چی است که این راهی است برای خوشنودی خداوند. وقتی ما اینطور در همه موارد بچه رو به اصطلاح رسیدن به محبت الهی سوق میدیم و روی این روش بحث میکنیم. در نقطه مقابلش بله که خداوند ناراحت میشه، خداوند این چیز رو دوست نداره، خب تو باید خدا تو راضی کنی. مرحله بعد از این وقتی که بچه رشد کرد، اومد مثلا نوجوان شد، الان دیگه مرحله تکلیف هست. در مرحله تکلیف در مواردی بله نیاز هست ما بچه رو هم بترسونیم که اگر این کار رو کردی، خب خداوند متعال میفرمایند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کی یه اندازه خوبی کنه این خوبیش ضایع نمیشه. در مقابل اما هر کس که یه اندازه بدی کنه این بدی هم ضایع نمیشه، اونجا باید حساب بدی. هدف از این تربیت ترساندن نیست، هدف از این تربیت باید احساس مسئولیت رو بیدار کردن در فرد باشه که تویی که این کار رو میکنی خودت مسئولی ها، فردا خودت باید جوابگو باشی. یعنی اینی که این طرف بدونه که در مسیر زندگی در یه به اصطلاح جایی نیست که به اصطلاح همچنین ولو باشه، هر چیزش حساب کتاب داره، هر چیزش سوال داره، هر چیزش باید مورد محاسبه قرار میگیره. این احساس مسئولیت رو به وجود آوردن هدف هست، نه هدف اینه که ما بیاییم خدای ناخواسته برای بچه‌مون اینجور تربیه به اصطلاح برداشت کنیم توش که به اصطلاح دین یعنی جهنم، دین یعنی فردا دیگه حتما رفتی جهنم. نه خیر، امید دادن که حتی اگر اشتباه کردی تو قضیت با خدات هست. این خدایی که دیگه به اصطلاح بحر و اقیانوس بخشش و رحمتش همیشه به روی همه باز هست و شما در هر موردی با هر ذلت و با هر به اصطلاح با هر اشتباهی، با هر لغزشی میدان برای بازگشت وجود داره و بازگشتش هم پیش خدات هست. اینطور وقتی ما بچه رو به اصطلاح تربیت میکنیم در اون بچه ناامیدی رو میکشیم. این بچه دیگه ناامید نمیشه و ناامیدی یکی از بدترین
مواردی هست که احیانا بچه های ما باش دست به گریبان میشن. بچه‌ای که طرف رو این مثلا ترس های بیهوده، بیم دادن زیاد، چی میشه؟ بچه مرتکب یک اشتباهی شد، فکر میکنه که دیگه تموم شد، من با این اشتباهم رفتم جهنم، حالا که رفتم جهنم همه چی دیگه تموم شد، الان ناامید است، پژمرده میشه تو زندگیش. حتی این ناامیدی باعث میشه که بیشتر بلغزه، چون که میگه دیگه تموم شد، من حالا جهنمی شدم، حالا که دیگه جهنمی شدم بذار که دیگه خوب جهنمی بشم. آب که از سر دیگه- گذشت چیه وجب چه صد وجب دیگه. دقیقا همین مورد. و این موردی هست که ما متاسفانه این رو ملاحظه میکنیم در بین بعضی از خانواده های پایبند به دین که نتونستن این موارد رو خوب حلاجی کنن، خودشون خوب به اصطلاح اینا رو نفهمیدن. میبینیم که حتی در این خانواده ها میبینیم که طرف دچار یک نوع هلوسه میشه. پدر یا مادر مثلا میبینیم که رفت مسجد یا رفت جماعت تبلیغ، کسی اومد گفت آقا همه دنیا نمیدونم گمراه هستند و همه دنیا و مسئولیت این سر توی نوعی هست که نتونستی دعوت رو به همه دنیا برسون. این وقتی که میاد جلوی این مسئولیت بسیار بزرگ قرار میگیره که من دیگه هلاک شدم، من هیچ کاری نکردم، احیانا این باعث میشه که مخش از کار بیفته. میبینیم که بعضیا دیوونه میشن. خب این به خاطر چی هست؟ به خاطر این که ما ندونستیم چطور این مسائل رو حلاجی کنیم. بچه رو به جای این که بیایم با خداش یک رابطه محبتی رو باش ایجاد کنیم که بچه خداش رو دوست داشته باشه و امکان نداره که کسی خدا رو دوست داشته باشه یا پیامبر رو دوست داشته باشه یا هیچ انسان دیگری رو دوست داشته باشه مگر بعد از شناخت. پس اینجا نیاز هست که ما بچه‌مون رو با خداش آشنا کنیم، به بچه‌مون اسماء الله و صفات الله رو یاد بدیم، بچه‌مون رو با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آشنا کنیم، با سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آشنا کنیم. این مسائل رو اگه ما مد نظر بگیریم خیلی خیلی راحت ما بچه‌مون رو میتونیم به اصطلاح تربیت کنیم. ببینید آقای سلیمانی، الان ما بیایم خیلی راحت ببینیم تو خونمون آقا واقعا ما داریم درست پیش میریم یا نه. خیلی راحته، بیایم از بچه‌مون بپرسیم اسم چند تا از فوتبالیستا، ببینیم چند تا رو میشناسه، چند تا از نمیدونم به اصطلاح چی بهش میگن خواننده ها. خب دونستیم اسم چند تا از خواننده ها، چند تا از نمیدونم بازاری ها، ببینیم چی ها رو میدونه، چند مدل از ماشین ها، چند مدل از فلان. اینا رو وقتی از بچه‌مون پرسیدیم ببینیم جوابش چیه. بعدش بیایم بپرسیم که چند تا از رادمردان تاریخ، چند تا از پیامبران، چند تا از صحابه، چند تا از مادران مؤمنان، اسمشون رو بگیم. اینجاست که ما میدونیم که آیا ما داریم درست میریم یا نه. این افرادی که اسمشون در ذهن بچه من هست تنها که اسم نیست. این بچه چطور اسم این خواننده تو ذهنش مونده؟ این در واقع اون الگو قرار گرفته. این خواننده در مقابل یک تصرفاتی که انجام داده، شکلش، حرکاتهاش، صداش، مفاهیمی که اون داره تکرار میکنه، اینا تو ذهن بچم هست. الان خواه ناخواه بچم میخواد مثل اونا باشه، میخواد نمیدونم راه اونا رو پیش بگیره. خیلی مثلا شما میبینید که به آقا پسری یا دختری رو میپرسید که میخوای چه کاره بشی، میگن که من مثلا میخوام مثل فلان خواننده بشم، مثل فلان. خب من دارم الان دیگه انحراف تو ذهن بچم کاشته شده، خود به خود این داره همون راه رو میره، مسیرش رو مشخص کرده. چرا؟ چون که من نتونستم تو ذهن بچم خدا رو بذارم، نتونستم محبت خدا رو، محبت رسول خدا رو بذارم و این محبت بدون شناخت امکان پذیر نیست. بچه من خواننده رو شناخت، دوستش داشت. پیامبر رو اگه می شناخت
اون وقت دیگه غیر از پیامبر رو نمیتونست دوست داشته باشه. وقتی خدا رو شناخت دیگه اونجا پیامبر و خدا میشن میزان، میشن ترازو. اون ترازویی که بچم بعد از این هر چیزی رو میخواد تو ذهنش بذاره، تو زندگیش بذاره، با این ترازو اول اون رو میسنجه. بعد از اینه که دیگه من خطری به صلاح نه من رو تهدید میکنه و نه آینده بچم رو. جناب دکتر، حالا همین نیروی ایمانی رو الان شما اشاره فرمودید به یکی از مشکلاتی که در بعضی از خانواده ها مشهود متاسفانه، مثلا همین تأثیر و رنگ گرفتن یک کودک حتی در سنین خیلی پایین و اسمهای عجیب و غریبی که به زبان آوردنش هم سخت هست رو حفظ میکنه، که این نشان از این داره که به فرموده شما خیلی به هر حال به صورت مستمر پیگیری کرده یک جریانی رو، حالا فیلم میری یا هر چیز دیگری رو، که این اسمها رو به خاطر سپرد. الان در موضوع تربیت ایمانی، این تربیت ایمانی رو کی باید ایجاد بکنه؟ وظیفه کی هست؟ وظیفه پدر و مادر هست، وظیفه خواهر برادر هست، وظیفه قوم و خویش هست، وظیفه مسجد و امام محله هست، وظیفه یک عالم دینی هست. یک خانواده چقدر نقش داره؟ تا چه حدی باید در این تربیت ایمانی نقش داشته باشه؟ شاید خانواده هایی باشن که به هر حال والدین محترم دوست دارن که این کارو بکنن، اما خود مثلا این فرموده شما، همین سوالی که ما به جای اینکه از فرزند بپرسیم از بابای فرزندم بپرسیم، بابای فرزندم شاید بلد نباشه. الان این وظیفه گردن کیه؟ یک خانواده چطور میتونه وظیفه خودش رو به نحو احسن در این جریان انجام بده؟ در قضای تربیت کل جامعه مسئول هست، اما در این مسئولیت خب یک اولویت هایی هست. افرادی هستند که در رده اول مسئولیت قرار دارند و افرادی هستند که در رده های بعدی قرار میگیرند. در رده اول مسئولیت خانواده است و در خانواده نمیگم پدر یا مادر، میگم افراد عاقل خانواده، افرادی که درک دارن، شعور دارن، احساس دارن. شاید این فرد پدر نباشه و شاید این فرد مادر نباشه، شاید این فرد برادر کوچکتر باشه یا برادر بزرگتر باشه یا عمو باشه یا دایی باشه یا کسی که به اصطلاح احساس داره، درد داره. احساس و درد در فرد یه نعمت هست. کسی که فکر میکنه و درک میکنه و احساس داره که چه باید کرد چه نباید کرد، این انسان زنده است. اینه که به اصطلاح به هر حال باید بیشترین مسئولیت رو متحمل ایشون کردیم. خب بعضی وقتا هست که این پدر و مادر این احساس رو دارن، خودشون شکست‌هایی رو در زندگی تجربه کردن، پدر و مادر خودشون نتونستن اونها رو به درستی تربیت کنن. الان چون که خودشون در یک مضیقه بودن، در یک حرمان بودن، الان نمیخوان که بچه‌هاشون اون مسیر اونها رو تجربه کنن، اما توانایی هم ندارن. همینی که بیاد طرف درک کنه که من باید بچم رو تربیت کنم اما من این قدرت رو ندارم، این به نظر من یک به اصطلاح کشف بزرگ هست، یک پیروزی بزرگ هست که من فهمیدم که باید بچم رو تربیت کنم، بچم نیاز داره به رشد، اما من مرد میدون نیستم. خب اینجا چیکار میکنم؟ میام از اهرم‌هایی که در جامعه وجود داره کمک میگیرم. مگه نه اینکه من بچم رو میفرستم مدرسه؟ بچم رو چرا میفرستم مدرسه؟ خب من دارم میگم که آقا بچم باید علم یاد بگیره، دانش یاد بگیره، اما من اون کسی نیستم که بتونم این علم و دانش رو برای بچم مهیا کنم. مدرسه این کار رو میکنه، من از نیروی مدرسه استفاده میکنم. یه نیروی پتانسیل بسیار قوی هست در همه جامعه های ما که بسیاری از مسلمون ها اون رو متاسفانه درک نکردن، شیطان ها اون رو حفظ کردن، که اون پتانسیل مسجد هست. نیروی مسجدی بسیار بسیار مهم است در قضای تربیتی. خود مسجد وجودش، رفتن بچه به مسجد،
حتی اگر میگم که بچت رفت مسجد، فقط رفت اونجا شوخی کنه، رفت اونجا روی به اصطلاح دوستاش آب بپرونه، رفت اونجا آقا میره مسجد چون که تو مسجد یک تیم فوتبالی درست کردن میخوان فوتبال بازی کنن، تو صحن مسجد فوتبال بازی میکنن. این بچه رو بذار بره تو مسجد فوتبال بازی کن. چرا؟ خود مسجد چه حیثیت، شخصیت مسجد در جامعه چی هست؟ طرف که میره اسمش هست بیت الله، خانه خدا. مسجد خانه خداست. مسجد در واقع اون به اصطلاح جایی هست که انسان رو پرتاب میکنه به سوی خدا. یعنی اینی که بچه من میدونه که یک جایی هست که رابطه اون میتونه با خداش مستقیم تر بشه. این خیلی چیز خوبی هست. باید خانواده هایی که میدونن و درک دارن مسجد ها رو فعال کنن. مسجد تنها یک محلی برای نماز نباشه، یک کسی رو بیاریم که بچه‌مون رو اخلاق، در موانع اخلاقی رو یاد بده، مکانی عقیدتی رو یاد بده، قرآن خوندن رو یاد بده، ترجمه قرآن رو یاد بده. رابطه بچه‌مون با قرآن، ما می‌خوایم رابطه بچه رو با خدا برقرار کنیم. خب قرآن کلام خداست و تنها راهی که ما رو مستقیما به خدامون میرسینه همین قرآن هست. وقتی بچه‌مون رو با قرآن انس دادیم و از این نیروی کمکی که در جامعه هست، حالا این میتونه امام مسجد باشه، میتونه یکی از افراد روشن محله باشه، میتونه یک قاری باشه که ما از جای دیگه بیاریمش، هزینه کنیم. 10 نفر از به اصطلاح محله، 10 تا جوان مرد، 10 تا برن چند هزینه کنن، یک کسی رو بیارن تو این مسجد برای بچه هاشون، برای دختراشون، برای خانم هاشون، برای خودشون برنامه بذاره. این نیرو رو حالا ببینید شما در بعضی از کشورهای ما این روزا با مسجد دعوا دارند، حکومت ها با مسجد دعوا دارند. آقا حکومت تاجیکستان بنا به اخبار واصله چقدر از مسجدها رو ویران کرده، پلم کرده. چرا پلم کرده؟ چرا بسته؟ در حالی که هنوز این مسجد، ببینید هنوز ما اون مسجدی که میخوایم نداریم. این مسجد تنها جایی است که مردم میرن اونجا برای نماز. حتی بچه ها ممنوع هستن، 18 سال به پایین بچه ها رو نمیذارن. اما شیطون میدونه که این بچه هر روز داره پدر بزرگ 80-90 سالش رو میبینه که 5 وقت از خونه بیرون میشه، میره کجا؟ میگه مسجد، میره خانه خدا. بچم لباس درست من بیاد که من میرم مسجد. چرا لباس؟ میرم خانه خدا. خداوند به من گفته خود و زینتکم عند کل مسجد. وقتی میری مسجد باید دبش باشی، خوشگل باشی، خوش بو باشی. و این خب بچه سوال تو ذهن بچه آمادگی گیرایی خیلی قوی داره. الان داره احساس میکنه که پس یک جایی هست. چرا مثلا میبینیم که حکومت ایران با همین کبکبه و دبدبه و نمیدونم صبح تا بعد از ظهر اسلام و جمهوری اسلامی و این مزخرفات رو گفتن، میاد اولین کاری میکنه آقا مسجد رو تو مشهد خراب کنید، مسجد رو نمیدونم تو شیراز ببندید، مسجد، دشمنی با مسجد. برای چی؟ ببین شیطون درک کرده که مسجد چه اهمیتی داره. ما خانواده های مسلمانی رو درک نکردیم. بیاییم از این اهرم استفاده کنیم. در جامعه همینی که من دونستم که من نیاز دارم برای تربیت فرزندم به قدرت‌های دیگه، به پتانسیل‌ها و نیروهای دیگه‌ای که در جامعه هست و خفته است و من باید از اونها استفاده کنم، دیگه نیاز نیست که به اصطلاح پدری یا مادری از این رو بهانه بگیرند که بله ما نمیدونم وضع اقتصادیمون خوب نیست، یا ما از نظر فهم و دانش و اینا مدرکی نداریم، بی سوادیم، و این رو بهانه بکنن در ضایع کردن بچه‌شون. نه خیر. شما اگر یک انسان فقیر باشید، یه مادری باشید که به اصطلاح شوهرتون وفات کرده، یک کسی باشید تو خانوادت مشکل داره، میتونید شما از بچه‌تون امام شافعی و امام احمد بسازید.
امام احمد، امام شافعی پدراشون وفات کرده بودن. امام بخاری وضع امام بخاری، اصلا به امام بخاری در کودکیش نابینا بودا. از همین امام بخاری کی است؟ پسر عموی پسر خاله خود ماست. خب اینا افرادی هستن که درک کردن، خانواده هایی که درک کردن. مادر امام بخاری شما تصور میکنید که بچهش رو دوست نداشت که بندازه بچهش بره نمیدونم به شهر دیگه، اونم در اون زمان با اون خطرات؟ نه، بچهش رو از من و شما خیلی بیشتر دوست داشت. اما میدونست که بله من میخوام بچم رشد کنه، این قدرت در من نیست، این قدرت در فلان کس هست، فلان نیرو هست، فلان قدرت هست، من چرا ازش استفاده نکنم؟ چرا از این مدرسه، از اون دار تحفیظ، از اون مسجد، از اون آدم دانشمند، از اون آدم آگاه و فریخته، از اون خانم فهمیده من استفاده نگیرم برای رشد به اصطلاح بچم؟ چرا وقتی میخوام بچم رو، دخترم رو خیاطی به اصطلاح یادش بدم میفرستم پیش زیبا خانم که بهش خیاطی یاد بده؟ چرا وقتی میخوام این بچم رو از جانب ایمانی تقویت کنم نمیام این کارو بکنم؟ چرا اونجا میرم به اصطلاح هزینه میکنم، حتی پول میدم، اینجا حاضر نیستم هزینه کنم؟ چرا حاضرم که بچم رو روزانه ببرم به اصطلاح کلاس نمیدونم خیاطی و نمیدونم آموزش کامپیوتر اون ور شهر، خودم برسونمش، خودم بیارم، این همه وقت صرف کنم، این رو با عشق و علاقه انجام میدم. اما وقتی میام تربیت ایمانی بچم میشه، نه، اون مسجد دوره، اون مدرسه خیلی با ما فاصله داره، کی ببره، کی بیاردش؟ این مسائل اینجا مطرح میشه. اگر اینطوری ما فکر کردیم یا تو ذهنمون اینطوری داریم بررسی میکنیم، بدونیم که ما نه در فکر آینده خودمون هستیم، نه در فکر آینده بچه‌مون. اگه بچه من خیاطی یاد نگرفت، این چندان به اصطلاح خسارت بزرگی نیست. اما اگه بچه من از نظر ایمانی رشد نکرد، رابطه بچه من با خداش درست نشد، اینجاست که مشکل کاره. بچه من میتونه یک خیاط منحرف باشه، اما اگر یک انسان صالح بود، خیاطی رو بعداً میتونه هم یاد بگیره. خیلی ممنون جناب دکتر. ما رفیع جان میگه که کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، به همین حد فعلا اکتفا میکنیم. بود تربیت ایمانی فقط، حالا انشاءالله بقیه موضوع باشه طلب شما بینندگان عزیز در برنامه بعدی. جناب دکتر اگر در 2 دقیقه یا کمتر از 2 دقیقه موضوع رو، صحبت پایانیتون رو جمع‌آوری بفرمایید ممنون میشم. عزیزان، بچه های ما سرمایه های خود ما و سرمایه های آینده ما هستند. خداوند متعال ما رو بسیار سفارش میکنه به بچه همون. قرآن میگه اوصیکم الله فی اولادکم، یوصیکم الله فی اولادکم. خداوند شما رو سفارش میکنه در فرزندانتون. این فرزند یعنی چی؟ یعنی اون نعمتی که خداوند به ما ارزانی کرد. ببینید چقدر افرادی که یه بچه ندارن، چقدر خودشون رو بالا پایین میزنن تا یه صاحب یه بچه بشن. حالا که خداوند به ما این نعمت‌ها رو ارزانی کرد، به من نوعی یا به خانواده من داده. یعنی شما اگر خودتون ازدواج نکردید، خب خواهر برادرات ازدواج کردن بچه دارن. اگر خودت بچه‌هات رو از دست دادی، همین خیج‌ها فک و فامیل بچه دارن. خودت اصلا بسیار خداوند بهت بچه ارزانی نکرده، به افراد دیگه از خانواده ارزی. اون کسی که شما تربیتش کنید این بچه شماست. این ثمره و نتیجه زحمت شما حتما برمیگرده به خود شما. شما یه معلم اگر تونستید این 50 تا بچه‌ای که زیر دستت هست، اینا رو از جانب ایمانی، از جانب اخلاقی، از جانب جسمانی، از جانب عقل و هوش، از جانب شخصیتی، از جانب اجتماعی، از همه ابعاد اینها رو ساختید، در واقع شما اینها رو برای خودت ساختید و اینها بچهای تو هستند. اینها اجری هستند که وقتی رفتی تو قبر خوابیدی، همه اجر و پاداشی که اینا کسب میکنن، اینا در صحیفه اعمال تو نگاشته میشه. پس این فرصت‌های طلایی رو نباید از دست بدیم.
همونطور که خداوند هر بچه رو آزن میبینه، بچه کوچیک رو خوشحال میشه، لبخند میزنه، خوشش میاد. این خوشی فطری رو خداوند در ما خلق کرده تا این رو بگیریم از این فرزند، اینی که آینده جامعه ماست و آینده من در قبرم هست، روی این سرمایه گذاری کنم و یه مقداری به اصطلاح هزینه کنم تا بتونم اون رو خوب تربیت کنم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید کمال سپاس رو دارم و برای همتون آرزو دارم که خداوند فرزندانی نیک و صالح و افرادی که باعث افتخار و چشم روشنی شما در دنیا و آخرت باشند به شما ارزانی کنه و از همتون التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتون. منم تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتین و تشکر خاص از همه شما بینندگان عزیز. میتونید در خلال هفته، در طول مدت هفته میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک و همیشه اون گوشه زیرنویس کانال شماره پیامک رو میبینید، میتونید که یادداشت بکنید. شماره پیامک رو رفیع جانم برای شما یادداشت کرد. میتونید از طریق پیامگیر صوتی کانال هم پیام‌های صوتیتون رو برای ما بفرستید. میتونید از طریق ایمیل suleimani@salhaq.tv با ما مکاتبه بکنید و همچنین میتونید کامنتاتون رو در صفحه فیسبوک صفحه دل هم بگذارید. در موضوعاتی که مرتبط به موضوع برنامه است، پیشنهادات، نظرات و انتقاداتتون رو حتما ان شاء الله مطرح خواهد شد. حتی این موضوعاتی که داره انتخاب میشه همه به درخواست شما بینندگان عزیز هست و اگر سوالی هم در این باب دارید، نظری، پیشنهادی، انتقادی، با دیده چشم ان شاء الله با قدم شما روی چشم ما و ان شاء الله حتما مطرح خواهد شد. و تشکر میکنم در پایان از رفیع جان، عبدالله و فرید عزیز در کنترل و مهندس صنایع عزیز همچنین و از الله متعال خواهانیم که تمام گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و ما رو این توفیق رو نصیب بکنه که تا آخرین لحظه زندگیمون بر کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله زندگی بکنیم و از دنیا با همین کلمه از دنیا بریم. تا برنامه بعد همیشه عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.